پروین صوفی آوازخوان محبوب ما یک کپ بزنه عزیزم. پروین ما سرود اولینش در وقتی که بنیاد فرهنگ کار میکردم ثبت کردیم و تا امروز پروین روز به روز ایجاد میکند. بسیار آوازخوان محبوب است. شخصا خودم بسیار دوستش میدارم. یک ترانه دارد که امیدوارم میخونه دورینا با نام ای مرد ای در. سرود سال میشد اما نمیگفتم که ترانه من است. در هوا بوی بهار است، بهار من و تو، بوی دل، بوی هوس، بوی خمار من و تو. عمر بگذشت و نبگذشت خمار من و تو، ز بهار من و تو، بعد بهار من و تو. رقص موزون پرستو تگ دالان کهن، هوس جلوه نثار است ز پار من و تو. دیده ها دامگه و رامگه جان و دلند، فصل به خون شکار است شکار من و تو. در هوا بوی بهار است، بهار من و تو. دم زیبای به هم آمدنی نور و بلور، گوهر قطره بود آینه دار من و تو. فصل سرما بگذشت، سردی دلها بگذشت، در هوا بوی بهار است، بهار من و تو. بوی دل، بوی هوس، بوی خمار من و تو. شکر. زنده باشید عزیزان من. واقعا عزیزه برای که در دل اروپا در یک جایی که ببینید ما همه لاله ها را چیدیم، همه گل ها را چیندیم، در اینجا حال هنوز بهار نشده است. در اینجا آراستن کانون استاد رودکی، این چقدر فرهنگ ذاتی، چقدر فرهنگ ملی و چقدر عقل و خرد و فضل میخواهد. ما افتخار میکنیم که هر ره مشکلی که ما داریم اون طی میکنیم و عاقبت و قول مولانا که بشنو از نعل چون حکایت میکند و از جدای ها شکایت میکند. از نیستان تا برا بگریدن، از نفیرش مردزن نالیدن. ما نمینالیم، ما به هر جایی که میرویم فرهنگ میبریم، فرهنگی اصلی خود را میبریم. از دوران استاد رودکی 1100 سال 50 چند سال گذشته است، اما ما امروز میبینیم که در دل اروپا کانون رودکی را برگزار میکنیم برای که من به نزدیکی فکر کردم که بزرگترین و حاضر زمانترین شاعر دور زمان کی باشد. دریافتم که استاد رودکی ما و شماست که گفته است عیسی و ره دید یکی کشته فتاده. عیسی دید که یک را کشتند و گفت که تو کی را کشتی؟ تو کی را کشتم؟ و امروز شعر ما، فرهنگ ما، رودکی ما و شما نسل رودکی ها، فرزندان رودکی ها و اروپا و دل مردم شعر آورده اید. من میخواستم از دوست عزیزم عبدالغفار، از محفوظ جان، از گلچهره جان، از همه اون دوستایی که امروز ما رو به اینجا دعوت کردن و با استاد رودکی پیوند کردن تشکر گویم. از پروین جان خواهش کنم که یک شعری من دارم با نام ای مرد ای در. ایشان این سرود آهنگشم از بنده است، خیلی بر وقت گفته شده است. همیشه سرود سال میشد در اجرای پروین صوفی. من میخواستم این سرود به شما هدیه کنم و گویم که ندارم آرزوی عمر جاوید، وطن بگذار ماند جاودانه. همه خواهم به تو بعد سری من، وطن ماند نشانه. بگو خورشید را با مه ندیدی، شکوه کوه را در که ندیدی. تو که دیر آمدی تا من پیاده، جوانی مرا در ره ندیدی. انا جوانی من. سلامت باشید. تشکر. زنده باشید. این ترانه به واسطه موسیقی می شود با نام ای مرد ای درد از خانم گروخسار برای شما. من
شکار من شادی تو بودم درد شدم ای دونی تو بازاری من چنگ زنده حزنی تو باشادی دلم سنگ زنده نوری تو صفایی تو آفتابی سحر است صبحی تو و شامی